درود به شما بینندگان عزیز در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار و چون همیشگی در خدمت شما من مریم دولتوف هستم و همکار گرامی ما دکتر محمود کبیری هستم. بله، موضوع امروزه ما شاید غیر چشم داشت باشد برای تماشابینان ما، ولی همزمان طلبات زمان است، زیرا بعضی تماشابینان از ما در این مورد بعضی سوال ها کردن و ما قرار دادیم که در مسئله روانشناسی، موقع آن در جامعه، رسالت های آن و دو واژه دیگری که با کلمه روان پیوست است، روان شفایی و روان پزشکی، بعضی مسئله ها رو اینجا مطرح کنیم تا که تماشابین ما معین کند برای خودش و بفهمد که روانشناسی از این دو واژه دیگر چه فرق دارن، این مفاهیم ها بین هم دیگر چه عمومیت دارن و چه تفاوت ها دارن و چرا بعضا سوال ها پیدا می شود در صحبت ها که پیش پسیکولوگ ها نبودن ولی آدم ها سالم بودن، روانشناس نبود ولی مردم مشکلات روانی نداشتن و واقعا روانشناسی اگر از این نگاه بگیریم اختصاصی نسبتا نو است. این یک سمت نوی است که از فلسفه آدمشناسی بیرون برآمد و در عصر 20 همچون یک علم علاهیده ظاهر شد و در دوام یک عصر این علم خیلی و خیلی پیش رفت و امروز به حدی رسیده است که در کشورهای متمدن پیشرفته که امکان بیشتر دارند در سر هر یک قدم یک مرکز روانشناسی هست و به مردم کمک میکند. اولیاء هستند که روانشناسی اولوی دارند و همیشه هنگام ضرورت، هنگامی به مشکلات گرفتار شدن، هنگامی که در حل این اون مسئله در قبول کردن این اون قرار در میمونند به روانشناسشون مراجعت میکنند و این روانشناس در این موردها کمک میکند که آدم قرار درست قبول کند. درست است. البته باز همون چون هر وقته برنامه ما در حقیقت بعضی مسئله های روشن میکند که هر یک شهروندی تاجیکستان و چه تاجیکان برون مرزی با آن روبرو می شوند، این حالت روانی خود معین کردن و دانستن و از روان خود در حق داشتن و در حالت های مشکلی به آن افتادن البته مراجعت کردن. برای همین این مسئله هایی که ما امروز روشنی می اندازیم خوب می شد که بینندگان گرامی به یکدیگر با زنگ زنند، باز یکدیگر را خبر کنند که برنامه هست نهایت جالب است و ما البته وعده می دهیم که آن را برای شما جالب می گردانیم و البته با سوال هایی که در باطن شما جواب می دهیم و کوشش می کنیم که راه هایی را نشان دهیم که به زندگی شما روشنی اندازند و آسان گردانند. بله. البته انتخاب موضوع از معلمه هستند، البته با دید خودشان و اندیشرانی و آن واکنشی که از اجتماعات مثلا جمعیت ما دیدن و این چیز رو انتخاب کردن بسیار خوب است، چون که روانشناسی، روانشفایی و روانپزشکی این سمت‌هایی هستند در طب و بین طب و بین معارف و فرهنگ که خدمت مردم میکنند و روانشناسی این علم است درباره فعالیت کل معینه سر. معینه سر کدام فعالیت هایی میکند، چه کارها میکند، از آن جمله حسیات، ادراک، تفکر، خاطره، تصور، تخیل، دقت، تمرکز، فراست، احساس، باوری، یعنی که ایمان و دیگر آن صفت های دیگری که معنی سر آنها را اجرا می کند و ما در این باره البته به شما روشنی خواهیم انداخت، چون که وقتی که معنی سر چنین فعالیت ها را کرد بدانید که باز در برابر این فعالیت هایی هستند که آن فعالیت ها را ما فعالیت های صحت می گوییم یا که حالت هایی هستند که ما آن فعالیت ها را فعالیت های نادرست و به اصطلاح طبی بیمار میگوییم. بله بله. فعالیت هایی که صحت هستند، سالم هستند و آنها سر و کار دارد روانشناسی. بله، زیرا روانشناسی هرچند با اون چیزی که شما گفتید کار میگیرد ولی در این زمان روانشناس طبیب نیست. روانشناس معمولا دارو تعیین نمی کند و اگر رفت در حالتهایی که
اگر بیمار در و حتی اونهایی که به نزد روانشناس میان با نام بیمار نام برده نمیشوند. آنها همچون مراجعین، مراجعت کنندگان یا که مزاجان میتوانند باشند. یعنی به روانشناس آدم سالم میتواند مراجعت کند در حالتی که در حل آن مسئله زندگیش درمانده است و روانشناس او را به راه درست میتواند هدایت کند. وقتی که روانشناس میگیم واقعا ما گفتیم که علم تازه است، ولی ریشه های عمیق آن در تاریخ فرهنگ تمام ملت ها هست، از جمله در ملت ما. زیرا مثلا اگر ادبیات امروزه ادبیات کلاسیکی رو به خاطر بیاریم، خودش مردم تاجیک شاید 80% مصلحت ها و نصیحت ها رو همیشه از ادبیات میگرفتند. زیرا ادبیات پند و نصیحتی کلاسیکی ما یکی از غنیترین ادبیات شاید جهان باشد. زیرا شاعر نیست که از تجربه زندگی خودش برای خواننده‌اش یک چیز پیشنهاد نکرده باشد. و در این پند و نصیحت ها همون ستونهای رکنهای اساسی پسیخولوژی هم هست. مثلا یک بیت بسیار معروف خواجه حافظ بزرگوار است: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. یعنی حافظ چی میگوید؟ حافظ معین میکند جای موقع اظهار محبت، استفاده محبت و جای تحمل را. و این دانستن نازکی‌های روانشناسی است. بله این واقعا اینها همون رکن‌های اساسی روانشناسی هستند. همین ادبیات کلاسیکی ما رو اگر ورق زنید، خصوصا خواجه حافظ، مولانا بلخی، سعدی شیرازی و دیگرها و ناصر خسرو هم از خاصه اونهایی که در سمت تصوف مایل بودند و از اونجا عمیق‌تر چیزهایی را گرفته در شعر استفاده کردن. واقعا هنگام صحبت ها من مثلا با مراجعین خودم بعضا به این چیز خیلی سخت تکیه میکنم و زیرا اونها خیلی جوهر عمیق دارند، خیلی یک چیزی فرهیخته هستند و یک چیزی هستند که به معنی انسان روانه شدن و خوب تاثیر هم میکنن. درست است. من به واسطه بعد از سخنان شما یک حالتی بسیار ناگوار من به آمد که در حقیقت بزرگان ما، نیاگان ما، شاعران ما، عالمان ما، متفکران ما بسیار درباره روان انسان که او رو حتی قلب هم میگفتند یا که به زبان دیگر دیل میگفتند که این آموی است، حتی که مردم روس هم سرچه میگویند و جایی که دوشه این به زبان روسی، روان به زبان ما، قلب به زبان عربی است. همون کاری روانشناسی است. و در حقیقت چندین بار مثلا اگر ما با عنصر موروثی کاووس بینیم که آدمان رو تقسیم میکردیم، گوشه روانشناسی است. ما اگر که 4 کتاب فریدون عطار را بینیم که بعد خواندن قرآن و خواندن 4 کتاب فریدون عطار سر میکردن، و در آنجا تقسیمات اجتماعی هست و تقسیمات روانی هست که مردم رو تقسیم میکند و کی چه خیل هست و خاراکتریستیک آنها رو میدهد. این البته روانشناسی است. ولی متاسفانه وقتی که در زمانی که ما گذریش بودیم یک محدودیت در اندیشرانی مردم بود و مردم امکان پیدا نمی‌کردند که چیزهای نو پیدا کنند، چون که آنها رو در ناخنک با بدعت تهمت و گناهگار می‌کردند. سبب آن شد که انکشاف ما در همین مسئله منع شد. ولی در این مسئله اسلام عیبو گویم که گناهی ندارد و در آن گناه در آن شخصانی هست که خودشان سرحد علم معین میکردند. و آسانی‌تر در عصر 19 وقتی که گیوته بسیار آدمان بزرگی گویم که اروپا، نیشه و دیگرها که به اشعارهای بزرگان ما آشنا شدند، آنها سبب آن شدند که فلسفه نوی خود را ایجاد کنند. و از آن جمله فلسفه کلاسیکی نیمیست و از آن جمله یکی از سمت‌های آن پیدا شد این روانشناسی، پسیخولوژی. و ما البته بدانیم که تاریخ پسیخولوژی نه از عصر 19 بلکه آن سر میشد خیلی پیشتر. خیلی از آن که مثلا مردم حتی پیامبران بزرگ هم از روانشناسی گپ میزدند، مردم را تقسیم میکردند، میگفتند که چنین آدمان چنین خصلت ها دارند. و ما البته میتوانیم حالا آن چیزهایی که ما میگوییم و حالا آن چیزهایی که ما با
اجتماعات خود پیشنهاد میکنیم، با مردم عزیز خود پیشنهاد میکنیم. اینا چیزهایی هستند که ما محض به همین استقلالیتی که 20 سال طول 20 سال هست امکان پیدا کردیم که دیگرگونی های نهایت عظیمه پیشنهاد کنیم به جمعیت خود و این رو جمعیت استفاده برد که از عالمان خود میشنود و آنها را مثلا به جمعیت وارد ساز، از آن جمله علمی روانشناسی، روانشفایی و روانپزشکی که روانشناسی سر و کار دارد با رفتار درستی که در چارچوبه معینی انسانگری، آدمگری است و در قانون است، ولی بعضی کنجها دارد که روانشناس آنها را درست میکند. روانشفا با آن چه سر و کار دارد که به زبان اصطلاحی طبی آن را پسیخوتراپی میگن. این با بیماری های فونکشنالی که آنها اندکی از سرحد برآمدند ولی به سرحد بیماری نگذشتند. روانپزشک سر و کار دارد با آن بیماری های روانی که از حد گذشتند. من مثال آورده میتوانم. مثلا گویم که یک انسان در حالت قهر قرار دارد، با قهر انسان سر و کار دارد روانشناس، با غضب انسان سر و کار دارد روانشفا، ولی با خشم انسان، با خشمی که اداره نیست شعور و آن خودش اداره کرده نمیتواند، سر و کار دارد روانپزشک. اگر ما برگردیم به تاریخ ملت خودمون، به تاریخ فرهنگ خودمون برگردیم و نه تنها ملت تاجیک بلکه تمام پیغمبران همه دین ها یکی از رکن فعالیتشون همین کار روانشناسی بود. و امروز وقتی ما یکی از روانشناسان بسیار مشهور امروز اریخ فروم است که بسیار کتاب زیبایی دارد با نام صنعت محبت، ایسکوست و لوبیت. این آدم میگه که روانشناسان امروز کاری رو میکنن که زمان پیغمبران کردن میخواستن، یعنی انسان رو با عالم خودش آشنا میکنند و به این وسیله او را آشتی میدهند، خودش را با خودش. و اگر که ما بازم برگردیم به ادبیات کلاسیکی خودمون، در هر یک دیوان، در هر یک بیاز، در هر یک اثر، در ایجادات هر یک شاعر ما این چیزها هست. ولی با سوال با وجود میاد که چرا همین قدر عصر ما این قدر نصیحتگران، مصلحتگران خوب داشتیم ولی نه همه مشکل ما حل شد؟ قبل از سر اون است که این مصلحت ها و نصیحت ها در شکل عمومی داده می شدند. اون وقت شاید روانشناسی شکل عمومی رو میخواست، اگر هرچند علم روانشناسی با این نام موجود نبود، ولی همین نصیحت ها و حدیث ها، سنت هایی که از زبان بزرگان، از زبان پیغمبران به مردم رسانده میشد، آنها عمل میکردند و مفکوره آدمیزاد هم در یک شکل عمومی بود. اگر اهمیت دهید عصرهای پیشتر حتی طرز لباس پوشی، طرز به جای رفتن شکل عمومی داشت. امروز حتی مد لباس پوشی ما شکل انفرادی دارد و این هم نشان دهنده آن است که روانشناسی یعنی واقعا وضع روانی هر انسان طلبات انفرادی خودش را برای خودش مشخص کرده است. و کار روانشناسی یک فرق دیگرش در آن است که مثلا اگر نزد طبیب وقتی که بیمار می رود، اگر یک بیماری زکام باشد، همه داروها برای همه یک دارو تعیین کردن ممکن است و یگانه چیزی که معیارش از روی سن سال است، ولی روانشناس به همه به طور عمومی توصیه دادن نمیتواند. درست است. البته ما چیزی که در مسئله اون گفتیم برای اینکه تشکل علمی روانشناسی بیاد، البته یک عصرهای را گذشت، 100 ساله ها گذشتند و آمدند و در حقیقت باز اگر سمت طرف دیگری علمی روانشناسی را گیریم، این علمی است که انسان خودش میشناسد. بله، خودشناسی است و خودش البته در چارچوبه آن قانونیت ها، آن رفتارهایی میگذارد که سبب تشکل انکشاف او شوند. و ما هم میدونیم که در خودی دین ما هم این مسئله گفته شده است که خودشناسی خودشناسی است. بله. برای همین روانشناس البته این کسی هست که یک زینه از عالم بالاتر است، چون که عالم یک سمت میگیرد و این سمت تفکر است، سمت اندیشه است و با واسطه اندیشه‌رانی یک قانون یکی از قانون‌های طبیعت می‌آموزد و آن را گرفته یا در همچون قانون آن را به جمعیت پیشنهاد می‌کند به شعور مردم، یا اینکه از آن یک چیز تکنولوژی می‌سازد که موافق همه قانون کشف شده او است. ولی روانشناس سر و کار دارد با تمام کل فعالیت معینه سر،
و مغز سر انسان نهایت مرکب ترین آفریده شعور کیهان است. و در عرفیت هم میگویند که در ساختمان تن انسان اگر فرشته ها اشتراک کنند، در ساختمان معنی سر او شعور کیهان اشتراک میکنند. برای همین ضرورتی در جمعیت ما تشکل دادن علم روانشناسی سبب آن میشد که مردم ما یک زینه دیگر باز بالاتر با زینه نوی تشکل میگذارند که آن زینه فرهنگ است و علم فرهنگ یعنی که یک تحریزی فرهنگ و آن نور است، آن صدای نور است که مردم ما از آن بگیرند و باز همون صفتهای عالی‌تری خود را پیدا کنند که معنویات مردم جهانی را پر کنند. البته سر میزند به اون که خودشناسی باید در این جامعه گویم که یکی از مسائل های مهم باشد و آن با واسطه علم روانشناسی خاصه فرهنگ ملی ما باشد. چون که روانشناسی در هر خلق و در هر مملکت گوناگون است. بله واقعا اینجا در مسئله گفته که فرهنگ ملی یک مثال دیگر میخوام از روانشناسی مردمی به خاطرم اومد. حالا مثلا در فرهنگ مردمی سمرقند و بخارا یک چیز عجیبی بوده است برای آماده کردن نوخانه‌داران و دوره که بعد نکاح سر آغاز می شود. همه افسانه ها با توی عروسی دامادی به انجام می رسند، ولی مشکلات در زندگی از همین توی عروسی دامادی سر می شود. و در فرهنگ آنها وقتی که اون وقت از بس که ما کشور اسلامی بود، جوانان و دختران در کوچه آزاد نبودن که همدیگر را انتخاب کنند. آنهایی بودند که خانه به خانه میگشتند و از به آنها مراجعت میکردند. پدر و مادران آنهایی که دختری به قدرست دارند یا جوانی قدرست دارند میخواهند که دخترشون رو خانه دار کنند یا پسرشون رو خانه دار کنند، میگفتند که برای خاندان ما یگان نفر رو توصیه کن. و آن آدم با به نظر داشتی دو طرف امکانیت روانیشان، درجه فرهنگیشان و غیره و کذا معین میکرد و میگفت که فلان دختر برای خاندان شما موافق است یا فلان عائله برای دختر شما رو سازگار است. و این یک قدم بود. خود در شرایط ما یک چیز هست با نام کوف، با رعایت همون کوف برابری اقتصادی، فرهنگی، معنوی و غیره و کذا. اینم از گوشه روانشناسی. بله. و قدم دیگر این دو عائله که علاقه انتخاب کردن که با هم دیگر قدام میشوند، خشتوار میشوند، باز دعوت میکردن. بر دختردار زنی رو دعوت میکرد که متخصص ساحه بود و پسردار مردی رو دعوت میکرد که متخصص ساحه است. زیرا در زندگی ما اکثر چیزهایی است که ما با فرزندانمون گفته نمیتوانیم. بعضی حالات هست که ما فراموش کردیم، بعضی میده چیزایی است که در نظر خودمون ننموده است و مسئله های روزگاری محرمانه رو پدر مادر به فرزندان اصلا گفته نمیتوانند. این حیای شرقی است و اون مانع می شود که ما با فرزند بعضی چیزهایی که در زندگی سخت ضرور است به اون زندگی بعد نکاح صورت گرفتنش مشکل است اون رو بفهماند. و تو وقتی که این دو مربیه یا مربی و این فرزندان که بالغی که باید به خانه‌داری قدم بگذارند تمام نازکی‌های زندگی رو از سر کرده، از اون که در خاندان داماد مثلا اون که علاقه خاندان یکدیگر رو میشناسند، مثلا طرز سلام کردن با خسر خوشتامن چگونه است، طرز احترام گذاشتن چگونه است و غیره و هکذا. تو میده چوده که محرمانه که اونها باید من بعد دارن چون زن و شوهر میشوند، در آینده پدر و مادر میشوند، اینها یاد میدادند. و تنها بعد از اون که این دو نفر گفتند که دختر شما و پسر شما برای زن شدن یا شوهر شدن آماده است، این دو نفر تنها بعد این میتوانستند وقت ساعتی توی معین کنند. یعنی این مکتب آماده کردنی از نگاه روانشناسی از آن جمله، این هم مکتب اجتماعی است، اینجا هم مکتب فرهنگی است، هم مکتب آداب است و هم مکتب روانشناسی است. این مکتب در فرهنگ ملی ما خیلی ریشه های عمیق داشته است، ولی متاسفانه با مرور زمان خب عصر تبادلات های عظیم بود و بسیار چیزها رو از بین برد. مثلا برای ملت ما، برای ملت های دیگر همچنین تاثیرگذار بود. این چیزها رو ما یک فراموش کردیم. و حالا وقتی که ما درباره روانشناسی ملی میگوییم حتما باید به نظر بگیریم، زیرا در غرب دانش‌های خیلی زیادی روانشناسی با وجود آمدند. وقتی که حاضر مثلا در اینترنت با گوگل می‌درید، وقتی پسیکولوژی میگید اونقدر رویخط ادبیات پیدا می‌شود که حسابش گم. برای ورق زدن اون رویخط شاید 3 روز وقتتون می‌رود. انا همین نازکی است در همین جا که باید قید کنیم که ما نمی‌توانیم گیبرید دیگری روانشناسی مردمی دیگر رو یا که آن فرهنگ هایی که به مردم ما بیگانه هستند آنها رو پیوست کنیم. بله. و در اینجا البته محافظتی روانی در کار است. بله. و ما نه تنها مانند آن که اگر ما گیریم که یک زینه اولی که دولت ما گذاشت این علم های اقتصادی در کار بود
که ما اقتصادیات رو تامین کنیم. دویم دوره‌ای که بود این دوره صنعت بود، باید علم‌هایی که اوید به صنعت بودن آنها رو ما تعریضی می‌کردیم. و سوم دوره‌ای که ما گذشته ایستادیم حالا این دوره علم است، ما علم‌هایی را برای ملت خود، برای دولت خود معین کنیم که سبب رشد و انکشاف این ملت است. و چهارم زینه، این زینه فرهنگی است، زینه‌ای که ما معین کنیم، چون که البته درست قید کرده است پرزیدنت کشور که فرهنگ هستی ملت است. ما برای همین 1000 سال نیست نشدیم، چون که ما یک درجه آمده بودیم که ما فرهنگ ایجاد کرده بودیم. که همین سبب شد که در همین فرهنگ شاعران، رحمت به آنها، متفکران، عارفان، بزرگان، سیاستمداران هر چیزی نوشتند به زبان نابی تاجیکی ما. و این فرهنگ زنده داشتند و تا حال آوردند و آنها وظیفه خود را اجرا کردند. آنها دستی به دست آورده رساندند تا این زمان. و ما باز در همین زمان نهایت زمانی هست که ما باید مسئله فرهنگی رو به یک درجه خیلی مهم استراتژی ملی بیاریم و در آن یکی از سمت‌های آن سمت روانشناسی است. سمتی که ما معین کنیم که مثلا برای آسان کردن و معین فهمیدن، من میتوانم مثالی رو بیارم که میگویند که خیلی مهمیت آن در چیست. مثلا ما میدونیم که در روان انسان تفکر است، یک اندیشرانی هست و اون اندیشرانی خاصی ملی ماست و اون سرچشمش از اندیشرانی نیاگان ما است. و حالا که آمده است ما در همان باید البته بعضی اندیشرانی های معاصر رو بگیریم و فقط برای غنی گرداندن اندیشرانی ملی خود و در آن وقت ما نیست نمیشویم از در آن گلوبالیزاسیون جهانی شوی هست که ملت ما را تهدید دارد. و اگر ما در همین زمان ما اگر توانیم که 10-15 سال دیگر داریم وقت که ما در این زمان بتوانیم که اساسهای فرهنگ ملی و سمت روانی را کارکرد کنیم که در آن یک شبح، یک شعله، یک گوییم که لپیشی جهانی شویی که به ملت ما هم میبید، ما این را برداشت کرده توانیم و در بین آن ملت هایی که نیت دارند که زنده بمانند بعد جهانی شوی ما مقام و جای خود را داشته باشیم. بخیر، من گمان میکنم که شاید در ما خطری باشد ولی چندان بزرگ نباشد، به خاطر اینکه آن چیزی شما گفتید رکنی ملت همون فرهنگ در واقعا در ضمیر مردم هست و ملت خاطره ژنتیکی خودش را دارد، نه تنها انسان الهیده خاطره دارد بلکه خاطره شما خوب میدونید که خاطره کلکتیوی هم هست، خاطره اویلوی هم هست و خاطره ملی هم هست و خاطره ملی ما در واقع خیلی استوار است و حتی در حالتایی که از بس که خاطره وقت است با اندک اشاره اون چون زیر چنگ مونده اگر هم تو مالش دید پاکیزه می شود، روشن می شود و حتی نسل جوان امروزه ما که گویا در بسیار حالتها ما کلانسالان نسل کلانسال همیشه از نسل جوان راضی نیستیم. ما همیشه میگیم که آنها چنانی که ما میخواستند نیستند و آنها یعنی دانششان کمتر است، طلبات ما از آنها خیلی زیاد است. ولی من مثلا در این مورد همیشه خوشبین‌تر هستم، میگم که این نسل از ما همون خاطره ژنتیکی رو گرفته از ما رو نداده نمیتوانیم، زیرا در گن است، در گن ملت است و این فرهنگ ملی ما در این مسئله خیلی کمک میکند. و یک چیز دیگر هم من مثلا در همون ادبیات غرب دیدم، در ادبیات گشتالت تراپی غربی اونجا سراپا اگر در هر کتاب اونو اگر برای زنید حتما یک حدیث، یک متل، یک مقال، یک پریتچه میگن، یک مسئله عجیب از ادبیات شرق و از ادبیات تاجیک پیدا میکنید. یعنی ما حالا میدونیم که مثلا روانشناسی از بس که علم جوان است قریب هر سال یک سمت تازه اون پیدا می شود و گشتالت تراپی یکی از بهترین سمتاش برای من برای خیلی معقول است، برای که این به فرهنگ ما خیلی نزدیک است. اون با قصه ها، تربیه با قصه ها، فهماندن وضعیت مشکل و راه حل به واسطه قصه ها است که امروز در روانشناسانی که قلم دارن و می نویسند در غرب در بین آنها گشتالت پسیکولوگ با همین نام، یعنی روانشناسی که قصه می نویسد، قصه های تاثیر بخش می نویسد یا که قصه ها را مرتب می کند و اکثر این قصه ها مال شرق هستند و از جمله مال فرهنگ
هزار ساله ما هستند که وقتی که اونجا ورق میزنید بعضی چیزا رو حتی از مولوی پیدا کردن ممکن است که دهن به دهن رفتند و اون آدم همچون یا مال خودش یا همچون در بازیافت خودش برای دیگران پیشنهاد میکنند. جوهر شرقی آن نمودار است و البته سبب آن که آنها این چیزهای ما رو گرفته استفاده میبرند و عموما غرب در ریشه شرق یک تیریشه زد و از آنجا بسیار چیزها رو گرفته استفاده و البته این خوب است که باز جهانیان هم از آن جمله تکنولوژی که ما داریم جهانیان از این بهره میبرند و اگر باز در این باز دستی ما می بود شرقیان خیلی خوب میشد و برای چی اونها به این زینه آمدند و به حکمت تبابت میکنند چون که اجتماعیات هم انکشاف خود را دارد بعد زینه فرهنگی زینه اجتماعی سر میشد و بعد زینه اجتماعی زینه طبیعی و بعد آن زینه معنوی آنها به یک زینه آمدند و سقوط غرب هم در همین است. سقوط غرب در زینه معنویات آن است که آمدن به جایی که آنها باید باز معنویات شرق را قبول کنند. بله. آنها چیزی ندارند دیگر که آن را دوام بدن و برای همین رویه های گوناگونی در سمت مثلا اجتماعیات آنها پیدا میشد و یکی از سببهاش نبودن حکمت شرقیانه هست. البته باز برمیگردیم به موضوعی که شما خیلی که ما را آرام کردید در اون مسئله که البته خاطره ملی هست، ژنتیک ملی هست و امید میکنیم که چنین باشد چون که نیاگان سبب آن شدن خاطره آنها اون اخبارات ژنتیکی آنها که ما باز چنین حالت و چنین شرایط را به دست آوردیم و همه وقت در عالم فضای اطلاعاتی یک اطلاعاتی است که آن اطلاعات فرهنگی است و اطلاعات فرهنگی ملی ما نهایت کهن است و بزرگ است و آن را در زبان روحشناسی اگریگور هم میگویند اگریگور ملی ما. البته میخواستیم که بازندگی به مسئله روانشفایی بیاییم چون که حالتهایی میشود که روانشناسان کمک کردن به مردم درست نمیتوانند سببشان است که آن از سرحد حالت سالمی بیرون است. و وقتی که حالت بیمار از سرحد سالمی حالت آدم از سرحد سالمی بیرون شد آن وقت بیماری های فونکسیونالی رخ میزنند. بیماری های فونکسیونالی رو اگر ما آسان کرده بگیم این آن 80% بیمارانی که از درمانگاه به درمانگاه از طبیب به طبیب از طبیب‌های گوناگون غیر عنعنوی و تا فالبین و تا دیگر داملو و دیگر چیزها میگردند ولی متاسفانه کمکی در آنها نمییابند. اینها بیمارانی هستند که در تن خود بیماری ندارند و نه تحقیقات‌های لابراتوری آنها را مییابند و نه آنها در یگان درمانگاه راحت هم مییابند. یعنی این نشانداد آن است که آنها بیماری فونکسیونالی هستند. بیماری فونکسیونالی بیماری است که فونکسیا کاری عضو ویران شده است ولی ساختارش نه. ساختارش درسته. با این سر و کار دارد روانشفا. روانشفا باز همون فونکسیای پیشینه مثلا عضو رو برقرار کرده آدم رو به سالمی برمیگرداند و مثلا همین 80% بیمارانی که تحقیقات‌های عالمان نشان می‌دهند که بیمارای فونکسیونالی هستند نه بیمار هستند و نه صحت خوابشان ویران دردهای گوناگون دارند که اساسهای جسمی ندارند شکایت‌های گوناگونی از دل و از نفس و از عضوهای گوناگون و از ستون مهره دارند ولی متاسفانه در هیچ جا شفا نمی‌یابند. همه اینها سرچشمه آن میشن که به بیماری‌های روانپزشکی یعنی که وقتی که ترس عادی هست یا که غضب عادی هست یا که خفگی عادی هست یا اینکه رنجش یا اینکه مثلا ضیقی عادی هست که آن در همه آدما میشه و در روانشناسی و در بعضی آدما میشه که خودش اداره کردن خودش اکنون نمیتواند و از حد همین که گذشت به بیماری‌های روانپزشکی روحی آورده میرساند. بله. و انا همین بیماری‌های روانشفایی سبب آن میشد که بیماری‌های تراپیوتی یعنی بیماری‌های عضوهای داخلی هم به ارگانیکی مبدل میشوند. از آن جمله مثلا معده شکایت باشد گاستریتویاز میشد، دل شکایت باشد EBS و مثلا اینفارکت میشد، از سردرد باشد آهسته آهسته آورده به فشار بلندی و فلج میارد، ستون مهره به
чӯра мебиёрад ва умуман гуногун сангҳои пайдошавӣ дар гурдаҳо ва талха. албатта ин як самти ақида аст ва бигзор олимоне ки моро гӯш доранд бидонанд ки ин яке аз тарафҳои он аст ки сарчашмаи бемориҳои сахте ки дар тана мешаванд ана ҳамин бемориҳои функсионалӣ ҳастанд ва ҳолатҳои дигаре ҳаст ки метавонанд бевосита бидуни ана ҳамин гузариш онҳо ба чунин бемориҳо оварда расонанд. воқеан чунин аст. аз ин лиҳоз агар нигоҳ кунем, равоншиносӣ як кори пешгирикунанда аст. фаъолияти равоншинос фаъолияти превентни мегӯянд, профилактически мегӯянд, масалан яъне то беморӣ. вале ба равоншинос масалан агар ки ба равонпизишк ё равоншифо ё кадом намуди табиби дигар агар кӯдак бемор шуд, як наврас бемор шуд, падару модараш гирифта мебарад ва инҷо дору аст, гипноз аст, ман намедонам усулҳои худашон қати табобат мекунанд ва бемор шифо меёбад. вале ба назди равоншинос вақте ки одам меояд ва бояд омода бошад барои кушодани дилаш, инҷо муроҷиа бояд ихтиёрӣ бошад. яке аз мушкили кори равоншиносӣ ҳам ҳамин аст ки ҳарчанд масалан мебинед ки одам як ҳоли нохуб дорад, агар то худаш бо майли худаш муроҷиат накунад, ба ин одам кӯмак кардан мушкил аст. ӯ ҳанӯз чун дари баста худро нигоҳ медорад, асроре ки ӯро аз дарун месӯзонад, эҳсосоти ногуворе ки дорад, онро барои кушодан омода нест. ва дар ин ҳолат равоншинос ба ӯ кори зиёд карда наметавонад. бисёр вақт мешавад масалан ба ман занг мезананд, мегӯянд ки шавҳарам ин хел ҳолат дорад, фарзандам ин хел ҳолат дорад, занам ин хел ҳолат дорад, масалан хо занам рашк мекунад, хо як ҳолати дигар мешавад. шумо ба ӯ кӯмак кунед. вақте ки ин зан ё ин шавҳар ё ин фарзанд худаш омода нест, аз он ки кори равоншиносӣ кори таҳмилӣ буда наметавонад. инҷо намешавад ки мо кӯдакро зурат дорем барои ва як сӯзандорӣ кунем ки таспи баданаш фурояд. ин чиз илоҷ надорад. ва барои ин мо бояд ҳамин ҷомеаи мо имрӯз ҳамин кори равоншиносиро ба дараҷае густурда кунад ки мардум аз хизмати равоншинос натарсанд. инҷо ҳарос ҳам ҳаст. мардум барои чи мо ин мавзӯъро имрӯз матраҳ карда истодаем ки мардум байни равоншинос